شما. تک تک اسماتون رو میپرسم، بعد لقبتون که تو اکیپ هم هست رو بهم میگین. بله. اسم چیه؟ من محمد امین جوانمردی. لقب چیه؟ والا بچه‌ها بذار بگم. بگو، هر کی یه چیز میگه. خب بگو دو تاشو بگو. والا سیر تکاملیش جوان یوز پلنگ. خب سلطان کاردستی‌های نامنظم. خب دیگه نگاه اصل. اوکی باش برو باش. اسم تو چیه؟ من سعیدم کاکو. لقب چیه؟ بچا فردوسی خطابم میکنن. چطور شده؟ فردوسی. آقای فردوس پشت هم برو. خب اوکی. شهریار هستم، خوشبختم. خب میگن شهاب. چرا؟ همینجوری شهاب؟ تفریح. آره همین الکی شهاب میخوره بهش مچ میشه. پشت شهاب پشت برو. اونت بر خوبی؟ من مثل قبلم. اسم چیه؟ آریاس. بله؟ آریاس. آها یاسپ. آریاس. لقب چیه؟ اسی. چی؟ اسی. سوال شده تو یه روز دو بار بری سر قرار؟ آره زیاد شده. حالا دقیقا جلو دو گفتی یه بار نه. پخشش نکن. باره دیگه پخش شده. خب اوکی شما داداش می اینجا تا حالا شده تو استخر جیش کنی؟ راست شو بگو. بله الانگ بیدایی دیده این رفته تو دهنه. چی دیده؟ چی دیدی؟ نه کار کردی یا نه؟ دیگه نشاشیدی تو استخر. حالا جلو دوربینه شاید حالا در حد تک قطعه بشنگه. شما از چه خواننده خوشت میاد؟ من جواد افساری. یه تیکه از شعرش بخون. استاد مهراب. خب تو که مهراب چشا اننه چیه؟ تو که مهراب نگاه اننه راز منه. اننه جدیده. قبلگی ساز منه. تو که مهراب نگاه قبله راز منه. اون دوتا تو چشم سیاه. تا حالا شده تو یه روز دو بار بری سر قرار؟ نه. تو 2 روز یه بار چی؟ تو 2 روز یه بار بازم نه. تو 3 روز 2 بار چی؟ نه. روزی یه بار چی؟ شاید. روزی یه بار ولی خب پس بگو دیگه تو 2 روز یه بار رفتم یا تو یه روز 2 بار رفتم؟ تو 2 روز 2 بار رفتم. تو 2 روز 2 بار رفتم. خب دیگه هر روز دیگه میشه. آره دیگه هر روز رفتم. استخر که رفتی دیگه بالاخره. همه رفتم. تا حال شد تو استخر بشاشی؟ نه. راست شد. پشنگه. هیچ. تا حال شده تو یه روز 2 بار بری سر قرار؟ نه نشده. تو 2 روز 3 بار چی؟ نه. حاضر بهترین رفیق تو با لنکروز عوض کنی؟ آره. خب دیگه هم سر قرارم میری دیگه وقتی کارو میکنی دیگه چرا صفر میزنی؟ خواننده مورد علاقت کیه؟ اسمشو والا نمیدونم. خب میتونی یه تیکه از شعرش بخونی؟ بریم. بفهم بخون. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم. شانس اینجا ایستادن دلتون بهشون دادین نه آره؟ متاسفانه درم پا نمیده. آره. آره پا نمیده نه؟ پاگیرش اتصالی کرده. تا حالا تو یه روز 2 بار رفتی سر قرار؟ نه. 3 روز 2 بار چی؟ آره. آره ها. رفیق صمیمی تو با لنکروز عوض میکنی؟ آره. ایشون هستن درست میگم؟ رو میز ناهارخوری میشه شام خورد؟ نه نمیشه نه. شام با جای مخصوص بخور. جای مخصوص شام خوردن کجاست؟ دوست پسر جذاب یا دوست پسر پولدار؟ دوست پسر که آدم باشه ترجیحاً. فقط آره. دلت پره درست میگم؟ خیلی از حالم بده. تو یه روز 2 بار رفتی سر قرار؟ نه. 2 روزه یه بارم نرفتم. شما تک تک اسمتون رو بپرسم، لقب تو اکیپتون بهم بگید. اسم خودت چیه؟ من فرامرز هستم. فرامرز اصلانی؟ نه پیروی. آها. بعد لقب چیه؟ بچه‌ها دیگه صدا میکنن عمو. عمو چیه؟ عمو. آها برای کلو این داستان. آها. خب شما هم تشریف بیارید اینجا. اسم شما چیه؟ من علیرضا. صبر کن من بیام این. من علیرضا. خب لقب چیه؟ من والا بچه‌ها میگن کاکاسیا. چی سیاه؟ کاکاسیا. ها سیاه کلا. آره. حاضر بهترین دوستتو با لنکروز عوض کنی؟ با لنگ عوضش می‌کنی ها؟ بعد با لنکروزو چیکار می‌کنی؟ میرم دنبالش. نه دیگه از دستش میدی؟ یکی جای پیدا میکنم. آها. تا حال شده تو یه روز 2 بارم بری سر قرار؟ متأهلی شما؟ ایشالله. زنتو بیشتر دوست داری یا مادرتو؟ هر گالی یه بوی داره. خب بو کدومش بیشتر دوست داری؟ دیگه پیش زن و من بوش دیگه. چون اینجا ایستاده جرأت نمی‌کنه چیزی. بگو. بفرمایید. کیش با کسی که دوستش داری یا اسپانیا با شوگر دادی؟ کیش با کسی که دوستش دارم.
کی هستن ایشون؟ همسرم. بله یه لحظه میشه بیان تو کار داداش، یه لحظه بیا. سلام هست خوبی؟ همیشون بودن که گفتن مادر گل و بو و اینا، ان شاءالله که به پای هم دیگه پیش قربونت برم. بعد داشتم خدمت. تو یه روز دوبار رفتی سرقرار؟ حالا جلوی مامانم با این سوالو بپرسی. ایشون مادرتون هستن؟ بیاید از ایشون مامانتونه؟ ماشاءالله. حالا اشکال نداره، مامان که پایه نخوده. مامان راحت باش. نه نشده. بگو میگی راحت باش. اشکال نداره. روزی یه بار شده؟ یه بار باید بشه عزیزم. میگه 2 روز یه بار شده؟ نه نشده. این مامان به پایه‌ای بگو نترس جلو. نه یه بار شده ولی حاج خانم میگه یه بار شده. 2 بار نشده؟ نه 2 بار نشده. آخه ما ولی 3 بار شد. خب وای حاج خانم میخوام ما چی بگیرم برات؟ اشکال نداره من خودم گرفتم. آخه با کی رفت سرقرار کی بوده؟ به خدا خیلی وقته. میگه دیرو بعد ظهر رفتی. میگن یه بعد از سر کار. میگه امرو بعد از ظهره. قربونت برم. خواننده مورد علاقت کیه؟ جهان. به به خدا رحمتشون کنه. یه تیکه از شعرش نمیتونی برام بخونی؟ بفهم. میخوام که دل به دریا بزنم، به سیم آب حرفای جام بزنم، چرا کسی نمیدونه. همین. شما از یکی بدتون میاد بهش چی میگی؟ میگم نکبت. آره. یه چی دیگه بخوای بهش بگی چی میگی؟ نکبت کفراتی. کفراتی یعنی چی؟ یعنی کسی. آها. یه سوال داشتم خدمتتون. اولین چیزی که تو ظاهر یه پسر واسه جذابه چیه؟ بعدش پولش، بعدش ماشینش. خب بعدش همین دیگه کافیه. همین. آها. آره. تو یه روز دوبار رفت سرقرار؟ آره. 3 روز 4 بار چی؟ آره. آره. کی نرفتی سرقرار؟ همیشه میریم. دست سلام تک تک اسماتون میپرسم، لقب اکیپتون هم میگم. خب اسم شما چیه؟ من مهدی. لقب چیه؟ گردی. خب ببخش. شما اسم چیه؟ مجید. لقب چیه؟ میکنم عجیب. چی؟ میکنم عجیب. عجیب. خب داداش گلم شما اسم چیه؟ مهدی. میکنم عجیب؟ نه. لقب شما چیه؟ ندارم. هیچ. مثل که میگن داستان شده عجیب. تو یه روز تا حالا شده 2 بار بری سرقرار؟ نه. 3 روز 2 بار چی؟ نه. اصلا سرقرار میری؟ نه. دروغ بوسک میگم نه دروغ نگو. به قرآن دروغ نمیگن اصلا سر قرار کسی ندارم که بخوام سر قرار بذارم. حاضر بهترین رفیق صمیمی تو با یه لنکروز عوض کنی؟ نه. ماکان؟ نه ها. خودت ماشین چی داری؟ من اگه قرار بود عوض کنم الان ماشین داشتم دیگه. مثلا ماشین چی بود؟ بنز. عشقت یا رفیقت؟ رفیق. می عشق نداری؟ حالا ای داشتی؟ مسلماً. بله؟ مسلماً. اون کیه؟ سلام عرض شد. سلام. دوست پسر جذاب یا دوست پسر پولدار؟ جذاب 100%. 100%. نکس یا اکس؟ نکس. تو یه روز 2 بار رفت سرقرار؟ نه. 2 روز 3 بار. 2 روز 3 بار. دخترتون هستن ایشون درست میگم؟ به دخترت گفتی شبا باید ساعت چند بیاد خونه؟ 8 و نیم 9. 8 و نیم؟ تا 9. خب 10 و نیم با 8 و نیم چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. خیلی؟ روتینش هم 8 و نیم 9. یعنی 9 نیاد دیگه زنگ میزنی کجا هستی؟ آره دیگه. سلام. چه نسبتی با هم دیگه دارین؟ رفیق صمیمی. خب شما حاضر رفیق صمیمی تو با لنکروز عوض کنی؟ آره. آره؟ شما چی حاضری شما لنکروز عوض کنی؟ چون این گفت آره؟ حواسم هست. آره. خودتون ماشین چی داری؟ 206. شما چی داری؟ من پرچیا. پرشیا. پس لنکروز دوتاتون معاوضه میکنین ها؟ بدنم سواله بدون رنگ. این باری که دروغ گفتی کی بوده؟ من تا حالا دروغ نگفتم. حالا چشات یه چی دیگه داره میگه. اصلا به نظرم که تو همین دیروز به دروغ گفتی. چیزی یادم نمیاد. همون پس دروغ‌ها دیگه فراموش شدن. یعنی دروغ گفتی دیگه. حالا شاید یه وقتی پیش اومده باشه. آها مصلحت بوده. آره. بله خدمت. تا حالا شده برای منفعت خودت به یه نفر بگی دوستت دارم؟ نه. اصلا. اصلا کسی بوده تو سن داخل؟ نمیخوره. نه نگفتم. اصلا یعنی بوده ولی نگفتی یا نبوده که نشده بگی؟ بوده ولی نگفتم. قربونت کاکو. عشقت یا رفیقت؟ رفیقم. عشق نداری؟ نه عشقم. نه عشقم. من عشقتم؟ نه رفیقم. عشقت یا رفیقت؟ رفیقم. با کسی که دوستش داری پایین شهر زندگی کنی توی خونه معمولی یا با کسی که دوستش نداری بالا شهر تو پنت هاوس؟ با کسی که دوستش دارم تو پایین شهر. شهر نمیخونی دوستش هم نداشته باشی؟
دیگه وقت دوستش داشته باشه پول داشته باشه بهش درد نمیخوره. این به هیچ درد نمیخوره. مرسی. خواننده مورد علاقت کیه؟ ابی گوش میدم. چیزی که قرار شد بخونی چی بود؟ ای پرنده مواجه. خب این که دوتا نمیخونه با هم دیگه. اوشون سیاوش قمیشیه، این ابی میگی. حالا من سیاوش میکنم. هر چی دوست داری بخون. اوکی. ای پرنده مهاجر به خب سفرت سلامت ای دوست. میگی سفرت سلامت اما خب بس دیگه همین برای امروز بس. اگه حاضر بهترین رفیق صمیمی تو با یه لنکروز عوض کنی؟ من اگه رفیقمو با رنگ‌کروز عوض نکنم خب خودش ازم ناراحت میشه. آها یعنی با هتل رفیقو. نه اوکیه. اوکی ولی ولی خب عوض ناراحت می‌کنی. آره ناراحت میشه خودش. خواننده مورد علاقت کیه؟ مجید رضوی. بله یه تیکه از شعرش میخونی برامون؟ نرو باش چشم بفهم. پد میزنه عشقم لمس هر شب دیدنت پد میزنه. بلدم نبودم خیلی ببخشید. همین ها؟ بله. پر میزنه. پد میزنه کلا پر پد میزنه. کاره ها؟ بله. حاضر رفیق صمیمی تو با لنکروز عوض کنی؟ رفیق صمیمیمو یعنی زهره رو با لنکروز عوض آها کنم. زهره میدی با یه لنکروز بگیریش؟ زهره رو بدم لنکروز چه رنگی؟ حالا سفید مشکی رنگش دست خودت بنفش مثلا. خب بعد دیگه لنکروز من خودم تنهایی سوار. نه اینجوری نمیشه کار نمیکنم. حالا یه روز در هفته میری دنبالش مثلا. چون که دیگه زهره رو ندارم. آفرین پس یعنی عوض نمی‌کنی. نمی‌کنم. سلام داداش. ما رو خوبی؟ پیدا کردی. میگم با سعید اگه 2 روز تو خونه تنها باشی چیکار می‌کنی؟ من یا فیلم میبینم یا کتاب میخونم. اصلا بهت نمیاد. قیافم غلط اندازه. فیلم می‌بینی اونم کتاب کاری بد می‌خونی ها؟ نمی‌کنه. آره. کتابی چی می‌دونی؟ آخر کتابی که خوندی چی بود؟ در جستجوی عشق. اوه. خب میگم فیلم چی نگاه می‌کنی؟ اکشن فقط نگاه می‌کنم. فقط؟ انگیزشی آره. هیچ چی دیگه نگاه نمی‌کنم. 2 روز دیگه ولنتاینه. انتظار داری چه کادویی گیرت بیاد؟ پروتئین وی. پروتئین. ورزش می‌کنی داره؟ بوکس کار می‌کنی؟ نه بدنسازی. بدن سازی. فقط پروتئین و کراتین نمیخوری؟ نه. 2 روز دیگه ولنتاینه. انتظار داره چه کادویی گیرت بیاد؟ هیچی چون هیچ پارتنری ندارم. حالت می رفیق نمیده مثلا الان رفیقت می نیست. این داره که یه زیرش داره ده میره میگه من هیچی نمیدم. ولی حالا مثلا تو ذهنت چیه که مثلا دوست داری چی گیرت بیاد؟ یه بغل. میگم اگه 2 روز تو خونه تنها باشی چیکار می‌کنی؟ نمیتونم جواب بدم. اوکی برو فهمیدی بی ادب. برو گم شو. تو اگه 2 روز تو خونه تنها باشی چیکار می‌کنی؟ کار خیلی خوب. مثلا چی بهم میخوره؟ چی من دعا کنی مثلا بشینیم دعام خیلی خوبه. اما چون فابریک کسی بیلاره؟ نه یه خورده. خدمت. اگه همین الان بری خونه ببینی دوست پسرت با یه دختر دیگه نشسته دارن چای میخورن چیکار میکنی؟ پارش میکنم. چیکارش کنی؟ پارش میکنم. چجوری؟ جرشون هم دیگه چیکارش میکنم؟ ایجره ها؟ اگه 2 روز تو خونه تنها باشی چیکار میکنی؟ ها؟ نمیدونم. میدونی نمیخوای بگی؟ آره دیگه. همون که من نه آره؟ نه حالا در اومد نه. نه ولی یه نگاه میکنم. آره. آها